فرض کنید اون فردی هستید که تمام اون چیزایی که می‌خواستی تو زندگی به دست آوردی. چه حسی داره؟ طبیعتاً حس لذت بخش رو حس می‌کنی، زندگی اون چیزی رو که باید میداده بهت رو داده. حالا برگرد عقب و زندگی تو از اون جایی شروع کن که عمرتو داری سر چیزای بیهوده تلف می‌کنی. حس ناامیدی داری و فکر می‌کنی از همه آدم‌های دور و برت عقب افتادی. و یک لحظه هم که شده دوست داری پیشرفت کنی و حتی توی رابطه‌ای که داری موفق باشی. خوام بهت بگم چیکار کنی. برای اینکه زندگی خوب داشته باشی و به این اهدافت برسی، باید یه توسعه فردی خیلی درست داشته باشی. 1. تعیین اهداف واضح. داشتن اهداف مشخص قابل اندازه‌گیری بهت کمک میکنه تا به صورت متمرکز و هدفمند به سمت توسعه فردی پیش بری. این هدف‌ها میتونه شامل یادگیری مهارت‌های جدید، بهبود سلامت جسمی و روانی یا دستیابی به موفقیت‌های شغلی باشه. هر هدفی، اصلا غیر قابل باورترین هدف رو انتخاب بکنید که خودکار بهتون تلاش و پشتکار میده. مطالعه کتاب و مقالات و منبع آموزشی معتبر میتونه به توسعه دانش و آگاهیتون کمک کنه. مهم نیست که به درس علاقه‌ای دارید یا نه. فقط روزانه 1 ساعت مطالعه غیر درسی انجام بدید. مدیریت زمان یکی از نکات رشدی که خیلی بهت کمک میکنه تا بهره وری بیشتری داشته باشی و از وقت خودت به صورت بهینه استفاده کنی. ایجاد برنامه روزانه، تعیین اولویت‌ها و تمرکز روی وظایف مهم از جمله راهکارهای موثر مدیریت زمانه. حالا بریم بیشتر راجع به مدیریت زمان با هم صحبت کنیم. 1. تعیین اهداف و اولویت‌ها. بازم مثل قبل میگم، هدف‌های کوتاه مدت و بلند مدت خودتون رو مشخص کنید و اونا رو به وظایف کوچکتر تقسیم کنید. این وظایف رو بر اساس اهمیت و فوریت اولویت بندی کنید. برنامه ریزی کنید. از تقویم یا ابزارهای مدیریت وظایف استفاده کنید تا برنامه روزانه، هفتگی و ماهانه خودتون رو تنظیم کنید. 3. زمانبندی دقیق. تقسیم زمان به بازه‌های زمانی کوتاه‌تر میتونه بهتون کمک کنه تا بیشتر متمرکز بشی و از زمان بهینه‌تری استفاده کنی. بعد از هر بازه زمانی کوتاه کمی استراحت تا انرژیت حفظ بشه. اجتناب از حواس پرتی‌ها. عوامل مزاحم مثل شبکه‌های اجتماعی و مسیج کم کن. برای مثال میتونی زمانبندی مشخصی برای چک کردن مسیج تعیین کنی و توی زمان دیگه بهش توجه کنی تا تایم برای اهدافت بیشتر بذاری و نتیجه بهتری از اهدافت بگیری و به سمت اهدافت جلو بری. توانایی برقرار کردن ارتباط مناسب با دیگران میتونه به تقویت روابط اجتماعی و حرفه‌ای شما کمک کنه. طوری که مطالعه مهارت‌های ارتباطی، شرکت در جلسات گفتگو و تمرین گوش دادن فعال میتونه مفید باشه براتون. برای ایجاد رابطه سالم و موفق باید احساسات و رفتارتون نسبت به فرد مقابل رو تنظیم کنید. به طوری که اول باید خودتون رو بشناسید و شناخت نیازها، نقاط قوت و ضعف‌های خودتون کمکتون میکنه تا بتونید بهتر با دیگران ارتباط برقرار کنید و نیاز طرف مقابل رو نیز درک کنید. حالا برای درک بهتر رابطه سالم، یک روز شان تصمیم گرفت بهبود فردی خودش رو شروع کنه. مطالعه کتاب‌هایی در زمینه روانشناسی، مدیریت احساسات و توسعه فردی رو شروع کرد به خوندن. تغییرات مثبت در زندگیشان به تدریج باعث شد که رابطه اونا تقویت بشه. شان با خودآگاهی بیشتر و مدیریت بهتر احساسات تونست تو شرایط مختلف بهتر با یومی تعامل کنه. یومی هم دید وقتی شان انگیزه گرفت باید خودش هم به توسعه فردیش برسه. در کل که اگر براتون مفید بوده ممنون میشم دکمه سابسکرایب زیر رو بزنید و لایک کنید و کامنت بذارید. تنها راه موفقیت سخته و هیچ راه آسونی وجود نداره. پس باید همه جوره به هدفی که میخوای برسی.